سلام علیکم و رحمت الله. عبدالرحمن هستم با یک ویدیو خاص در خدمت شما هستم. بسیار یک ویدیو مهم است دوستا. یعنی اکثر نفرها میخواین که چطور مثلا موبایل نامزاد خود از طریق موبایل خود کنترل بتونه. یعنی به خاطر ازی که مهم نیست که نامزاد است یا است که اولادتان است یا بسیاری مردم در خارج است یا دور است از خانه، میخواین که اولاد خود کنترل کنند. در موبایلش چی میکنن، چی سر میکنن، به کی زنگ میزنن و غیره. درست است؟ از موبایل خود فقط چی اینترنت کار است که در این عصر زمان کلکی در اولادای موبایل خودم اینترنت داره و در موبایل خودش هم داره. درست است؟ اینترنت کار است، دیگه چیزی کار نیست. برنامه را من میگم میتونه برنامه دانلود میکنین در هر دو موبایل و از موبایل خود در موبایل از داخل میشین میبینین. درست است دوستا؟ ولو که امریکا و کانادا باشین و نفر مقابل کابل یا هر جایی که باشن مشکل نیست. درست است دوستا؟ خب پیش از اینکه ویدیو را آغاز کنیم بیادر دوستا چینل سابسکرایب کنین. پایین سابسکرایب نشده است، در پالیش یک آیکان زنگ است، زنگم بزنین، او را هم کلیک کنین. دوستا چپ بالا لایک یا انگشت نشان است، او را لایک کنین ویدیو را که بر بیشتر مردم برسد. دوستا و شیر کنین همراه دوستا که اونا هم مستفید شوند. و یادتان نرود که در چنل بسیار ویدیوهای خوبش جور کردیم، او را هم سعی کنین. به خاطر از اینکه چطور مثلا فیسبوک صفحه جور کنین دقیق، چطور فیسبوک اینترنت پیسه از اینترنت به دست بیاریم یا یک آنلاین بیزنس تو جور کنیم. درست است دوستا؟ و در بالای ازی دیگه بسیار تاپیک های مهم است، یا مثلا که چطور ما ویدیو را جور کردیم. شما هم میتونیم ببینیم که چطور فیسبوک خود با پاسپورت خود راجستر کنیم تا که او را کسی هک نتانه یا رپورت نتانه. و سایر ویدیوهای جالب نیز وجود داره و میایه جور میکنم. بخیر انشالله که شما ازش مستفید میشید. پس سابسکرایب و لایک و شیر یادتان نرود. دوستا خب میریم طرف تاپیک خود یا آغاز خود. به خاطر از این کار که شما چطور موبایل نامزاد خود یا به حساب اولاد خود کنترل بدین، یک برنامه کار است. در هر دو موبایل باید اینستال باشه به نام تیمیور. اینی یک برنامه است. درست است دوستا؟ این برنامه باید در موبایل جانب مقابل نامزاد است، اولادتان است، هر کی که است در موبایل از این برنامه اینستال کنین. ساده است، یک 50-40 MB است، مهم نیست قدر. و در موبایل خودم اینستال کنین. بعد از اینکه اینستال کردین این ما عملی یک ویدیو دیگه جور میکنم دوستا که شما ببینین عملا. من دو موبایل دیگه را میگیرم چون دقیق پیش من دقیقه موبایل دیگه نیست، موبایل دیگه بگیرم و این را بر شما نشان بدم بخی عملی که شما ببینین که چطور من از این موبایل دو موبایل لاگین میشم از طریق از این برنامه. مکمل ستینگش جور میتونم، مکمل عکساش دیده میتونم، مکمل کال هیستوری، زنگ و غیره، مسیج، کل چیزش دیده میتونی از طریق موبایل خود. بسیار یک اپلیکیشن خوب است. از طریق موبایل خود صحیح است، هر جایی که هستی هر دقیقه دور میتونی کنترل کنی و ببینی. درست است دوستا؟ خب این برنامه را که اینستال کردین، اینال این برنامه در پایانش یک چیز است به نام اوپن کویک سپورت نوشته است. میبینین دوستا؟ اوپن کویک سپورت ای را در موبایل از اون میگیرین. اینی را حالا ما اینستال کردیم از خاطر اوپن میگه. وقتی که اینستال نباشه اینجا اینستال کویک سپورت است. اینستال کویک سپورت هم میزنین، یک برنامه دیگه به نام کویک سپورت اینستال میشه در پالیش. درست است دوستا؟ وقتی که برنامه اینستال شد بعد از او در موبایل خودت هیچ چیز کار نیست، فقط در موبایل از او کدام موبایل را که میخوای کنترل بکنی. درست است؟ این را اینتو میزنی کویک سپورت این تک چیز بر تو واز میشه. درست است؟ وقتی که این چیز واز شد در پایین سایکو یک آیدی برای تو میتخواد، یعنی یک آیدی که نوشته است 1576 تراکای سایز آخر 63. ای در موبایل جانب مقابل این آیدی میته بر تو. اینی آیدی را میگیرین. درست است دوستا؟ پس می می برنامه اینجا تیم یور آیدی که نوشته شده این میجا امو آیدی را میتین. درست است دوستا؟ وقتی که او آیدی را دادین ریموت کنترل میزنین. این ریموت کنترل که نوشته است ریموت کنترل که زدین چی میشه؟ شما میرین با موبایل از او لاگین میشین. درست است دوستا؟ یعنی در این صفحه موبایلتان صفحه موبایل از او دیده میشه. بعد از او شما وقتی که لاگین شدید داخل شدید دیده میتونین این حالا از موبایل خود هر چقدر دورم باشین میتونین دیده که مثلا عکسایش ببینین، مسیجایش ببینین، چیزی که میخواین کنترل کنین. درست است دوستا؟ بسیار ساده و برنامه بسیار جالب و بسیار خوب است. دیگه ای که چه قسم مثلا عملی را من نشان بدم چه قسم کار میته، اون طریقش نشان دادم. همین طریقش است، بسیار ساده. و اگر عملی میخواین انشالله کامنت بانین که عملی هم براتون یک ویدیو جور میکنم که بیخ عملی ببینین. بسیار یک چیز مهم است، استفاده کنین دوستا. ویدیو را لایک کنین، سابسکرایب کنین پایین و شیر کنین برای دوستا دیگه دوستا همگی مستفید شوه. جزاکم الله و السلام.